سازمان استاندارد بین‌المللی ایزو در سال 1984 برای شناسایی هرچه بهتر کارکرد شبکه یک مدل مرجع به نام مدل مرجع OSI رو ارائه کرد که مخفف Open System Interconnection هست. این مدل در 7 لایه ارائه شده و هر لایه کارکرد و ویژگی‌های خاص خودش رو داره و با لایه‌های دیگه در ارتباطه. بریم بررسی کنیم ببینیم این لایه‌ها چی هستن و هر کدوم چه کارکردی دارن. اولین و پایین‌ترین لایه. توی این لایه نحوه اتصال دو ایستگاه به هم از طریق کابل و توپولوژی‌های شبکه و سرعت توضیح داده میشه. این لایه مسئولیت تبدیل کردن اطلاعات از بیت به سیگنال‌های الکتریکی رو داره. دومین لایه وظیفه داره که با استفاده از مکانیزم‌های کشف و کنترل خطا داده رو روی یک کانال دارای نویز بدون خطا به مقصد برسونه. وظیفه دیگه این لایه اینه که اطلاعات ارسالی از لایه بالاتر رو به واحدهای استاندارد و مجاز تبدیل میکنه تا آماده ارسال به لایه بعدی بشه. سومین لایه که وظیفه‌اش مسیریابی و پیدا کردن آدرس‌های مبدا و مقصد برای انتقال داده هستش. این لایه پیچیده‌ترین لایه مدل OSI هستش چون مسیریابی توسط این لایه انجام میشه. این لایه ترافیک شبکه رو کنترل میکنه و با انتخاب مسیر مناسب برای داده از ورود ترافیک جلوگیری میکنه. لایه چهارم که وظیفه انتقال اطلاعات رو بر عهده داره، این لایه داده ها رو از لایه بالاتر گرفته به قطعات به اندازه مناسب تقسیم میکنه، اطلاعات مبدا و مقصد رو اضافه میکنه و به شبکه تحویل میده. لایه پنجم که کار اون مثل لایه انتقال ارسال اطلاعات اما خدمات پیشرفته‌تری هم ارائه میکنه، از جمله برقراری و مدیریت نشست، شناسایی طرفین، حسابداری مشتری‌ها و اتمام نشست. میرسیم به لایه ششم که داده رو به روش استاندارد کدگذاری و قالب‌بندی میکنه. برای اینکه کامپیوترها بتونن با کدها و قالب‌بندی‌های مختلف داده ارسال کنن، باید با یک قالب استاندارد تبادل اطلاعات کنن که برای سیستم عامل‌های مختلف قابل فهم باشه. لایه هفتم بزرگترین لایه و نقطه ورود برای دستیابی به مدل OSI هست. تمام برنامه‌های شبکه در این لایه قرار دارند و ارتباط بین برنامه‌های درون شبکه در این لایه فراهم میشه. در این لایه خدمات سودمندی مثل ارسال فایل، کنترل کامپیوتر از راه دور و غیره ارائه میشه. خب با توضیحات مختصر و اولیه و کارکردهای این لایه‌ها آشنا شدید. البته این لایه‌ها هر کدوم قسمت‌های مختلفی دارن و کارکردهای ویژه‌ای دارن که میشه توی یک ویدیو مفصل راجع به هر کدوم از این لایه‌ها صحبت کرد. اگه دوست دارید بیشتر راجع به لایه‌های مدل OSI بدونید، حتما توی کامنت‌ها با ما اشتراک بذارید تا توی ویدیوهای بعدی راجع به انواع این مدل‌ها به صورت ویژه و جداگانه صحبت کنیم. موفق باشید.